شما تصورتون از آینده شغلی فرزندتون چیه؟ یه کارمند بشه، یه کارآفرین بشه، یا تمام این جمله‌های کلیشه‌ای رو توی مسیر بزرگ شدن خودتون حتما شنیدید. من میخوام دخترم حتما خانم دکتر بشه. من میخوام پسرم حتما آقای مهندس بشه. توی این کتاب برایان بیچاره ما هم همین شرایط رو داره. از مامان و بابا و خواهر برادرش بگید تا عمه و عمو و معلم سوارکاریش، هر کدومشون یه آرزویی دارن برای آینده شغلی برایان. اما برایان چی وسط؟ برای سوال شده که من واقعا میخوام چی کاره بشم. توی آموزش سواد مالی یه قسمت از مستنداتی وجود داره که من خودم شخصا رفتم و از 3 تا خانواده اونها رو تهیه کردم. 3 تا بچه‌ای هستن که به چیزهای علاقه داشتن و خانواده ها خیلی خردمندانه مسیر علاقه‌مندی اونها رفتن جلو و تجربیاتی مبتنی بر سواد مالی برای اونها به وجود آوردن. شما میدونی علایق بچت کدومه؟ بلدی چطور میشه این علاقه ها رو دنبالش رو گرفت و تجربه های سواد مالی برای بچت به وجود بیاری که وقتی 18 ساله شد به جای اینکه هاج و واج بمونه و چشمش به دهن شما و دیگران باشه، خودش یه ذهنیت شفافی داشته باشه که الان میخواد برای شغلش و آینده مالی خودش توی کدوم مسیر قدم برداره.